این عسل کاملترین عسله، بهش میگن عسل چلگیا. ببین رنگای مختلف داره. بابا تو عسل طبیعی رو چطوری تشخیص میدی؟ ببین عسل طبیعی عزیزم با عطر و طعم و رنگ عسل میشه عسل رو تقریبا 60-70% تشخیص بده که طبیعی هست یا نیست. عطر و طعم عسل داد میزنه. خداوند یه آزمایشگاه سیار بهت داده به اسم دهن، هر جا رفتی یه قاشق ازش بخور طعم عسل طبیعی داد میزنه. مزهش انگار داری گل میخوری. بعد از اونم گذشته اگه میخوای خیلی دقیق بری تو نخ عسل بفهمی چه خبره، بده آزمایشگاه عزیز من. آزمایشگاه همه چی رو برات توضیح میده. ولی در کل اگه یه زمانی هم خاصی عسل تهیه کنی، عسل طبیعی باید کدر باشه، شفاف نباشه. وقتی در ظرف باز میکنی عطر و بوی عسل رو اصلا بفهمی، عطر و بوی عسل داد بزنه. اگه شونه هم بخوای بگیری، شونه های عسل طبیعی اگه شونه‌ای باشه که چند ماه باشه کار کرده باشن، ببین رنگای مختلف داره. اگه شونه‌ای باشه که یک ماه یا یک فصل زنبور کار کرده باشه، یا سفید بالاخره یا یه رنگ دیگه. ولی در کل این شونه نشانه اینه که زنبور 6-7 ماه زنبور روی کار کرده که این عسل ببین رنگای مختلف شده.